بانوان چیره‌دست تاجیک با تفکر رنگین هنوز در دوره‌های خیلی دور تاریخی نقش آفریدند که در دوره‌های بعدی نه تنها زینت زن تاجیک و یک جزء فرهنگ ملی گشت، بلکه ملت را به کشیده‌دوزی‌ها و زیبایی آفری در عرصه جهان معرفی نمود. در دوره‌های دور تاریخی گلدوزی‌ها در آخر آستین‌ها، گریبان و کناره‌های لباس به طور کشیده‌دوزی آرا داده می‌شد. هنر گلدوزی از معمول‌ترین و قدیمی است که در دوره‌های دور تاریخی زینت بخش زن تاجیک خانه و کاشانه تاجیک بود. لازم به ذکر است که هر ملت و خلقیت دارای لباس‌های ملی بوده و فرهنگ والای نیاگان خویش ارج می‌گذارند. لباس پوشی تاجیکان که تاریخ قدیمی داشته جزء ترکیبی فرهنگ ملی محسوب می‌شود، بازگو از ذوق زیبایی پرستی مردم پاک نژاد تاجیک است. چکن و اطلس زیب دختری تاجیک است. هر یک نقش، هر یک رنگی که در آن تجسم یافته است، تاریخ دیروز و امروز ملت تاجیک را در خود انعکاس کرده است. کرته‌های زیبای اطلس و چکن به حسن گلدختران و بانوان تاجیک تراوت تازه‌ای را ضم می‌کنند و میان دیگر قوم و ملت‌ها زن بانوی تاجیک را با لباس زیبای تاجیکانه‌اش چکن و اطلس می‌شناسند. چکن را بیشتر در روزهای جشن و سور به بر می‌کنند. در زمان معاصر پوشیدن چکن بیشتر به رقاصان مربوط دانسته می‌شود. خیری وطن و از هنرمندان است که در رقص‌های خود بیشتر از کرته چکن استفاده می‌کند و در گلدوزی‌های تاجیکانه حکمت تاجیکانه را پیدا کرده است. این گل‌ها یک معنای خود را دارند. مثال یک مضمون و معنا دارند، به خاطر که مثال سرسبزی و زیبایی دیار، چقدر رنگ، چقدر زیبایی، چقدر رنگ و آفتاب و روشنایی و رنگ‌ریزی هایی که در طبیعت در تاجیکستان ما هست، به همین معنا همین گل‌ها را می آفریدند و به همین معنا نامگذاری کردند. وقتی که به همین چکن‌ها، به همین گل‌ها نظر میکنیم، خود یک خرسندی، یک خوشبختی، یک الهام دیگر داره. چکن و اطلس لباس ملی تاجیکان است. پوشیدن لباس ملی از جمله کرته چکن و اطلس ادرس نباید لباس موسمی باشد و به بر کردن آن نباید تنها در دوره برگزاری عید و جشن‌ها صورت بگیرد، بلکه آن باید لباس روزمره هر زن تاجیک باشد، زیرا لباس ملی چون دیگر ارزش‌های ملی معرفی‌گر ملت است. لباس ملی یکی از قسمت‌های اساسی فرهنگ به شمار می‌رود و جزئی از فرهنگ ملی است که آن تاریخ طولانی تشکل خود را دارد. با گذشت سالها امروز شهامت و زیبایی لباس‌های ملی تاجیکان سرحد ناپذیر گردیده است. از همه شادی آور آن است که با ابتکار بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، سازمان ملل متحد چکن تاجیک را از زمره یادگاری‌های بی‌نظیر فرهنگی جهانگیر اعتراف کرد. لباس ملی یادگار از گذشتگان است. لباس ملی نشانه تمدن و فرهنگ ملی تاجیکان، میراث گران ارزش است که از بیبی و مادرانمان به ما میراث مانده، نشانه از هویت ملی است. لباس ملی ترنمگر فرهنگ والای ملت است و زن و مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت محسوب می‌یابد. ما رو در نوبت اول از طرز لباس پوشی‌مان می‌شناسند. از این رو ما باید به عنصرهای ملی و خاصه خود را داشته باشیم و با فرهنگ لباس پوشی ملی خود افتخار نماییم. محض پوشیدن لباس ملی شدت واردشوی لباس و فرهنگ بیگانه را به کشور ما پست می‌کند. والدین و تمام نهادهایی که به مسئله مذکور وابسته‌اند در همبستگی عمل نموده توانند در شرایط جهانی شوی فرهنگ ملی و نفوذ تاجیکستان عزیز را حفظ نمایند. ما باید ترغیبگر لباس ملی و فرهنگ لباس پوشی ملی خود باشیم. لباس ملی این افتخار ماست. ببینید که گرچنده که ما چکن میگیم، اطلس میگیم، این در جهان امروز به حیث کرته چکن و اطلس با تلاش‌های بی‌واسطه جناب عالی بین المللی شد. امروز باید ما لباسی که خودمانه همه طرفه ما باید معرفی کرده توانیم. ما در کجایی که کار میکنیم یکون کس ما را مجبور نمیکنه که دیگر لباس را پوشیم و در سن سال کهنسالی بهترین لباس را مادرای ما میپوشیدن. همین خیلی لباسی بود که تا گردن محکم بود، لاکی سفید میپرتن، بهترین لباسی مثل برای زنهای سن سالی رفته بود. امروز متاسفانه هستن لباسای
ما لباسای مردمی را میپوشیم، دیگر ملت ها را میپوشیم. من فکر میکنم که باید هر یک زن غرور ملی داشته باشد، تواند که معرفگر لباس خود باشد. ما لباس بهترین داریم، فقط ما میتونیم که زمانوی همون را دختر و طرز زمانوی بپوشیم. لباس ملی بخصوص کرتای چکن که تاریخ خیلی کهن دارد، در جامعه امروز با ابتکارات بی‌واسطه پیشوی ملت دوباره احیا گشته، بانوان و گلدختران آن را با هوس و افتخار زیاد به بر میکنند که واقعا هم باید همین گونه هم باشد، زیرا لباس ملی یک جزء فرهنگ ملی است. حسنزاده آیما، فیروزی خورشید، نمازلی ایرگاش برای برنامه اطلاعاتی تحلیلی جنبستی 7 روزی ختلام.